سلام عشقای داداش، چطورید؟ ردیفید؟ آقا میخوایم نمونه سوال نهایی براتون حل کنیم. بچه‌ها نهایی الگوی مثلا سوال دادنشون یکی. منظورم این نیست که سوالایی که مثلا امسال دادن با سال بعد یکی، نه، الگوی سوال دادنشون یکی. یعنی مثلا چه میدونم، سوال 1 و 2 حتما باید درست نادرست و جای خالی باشه. این سوال 1 و 2 جزء سوالاتیه که احتمال ریدن بالاه. پس احتمال ریدن بالا. این سوالات 1 و 2 رو یه جور دیگه متمرکزی حل کن. چرا؟ چون که آقا سوالاتو معمولا نکته دار میگن و بچه‌ای که حواسشون نباشه تر میزنن اینجا. پس حواست باشه که این سوالاتو نرینی. و یه نکته دیگه بهتون بگم رفقا، معمولا سوالات اول و دوم به صورت جا خالی یا درست غلطه. فرض کن یه دونه رو نمیدونی درست یا غلطه، شما هم تا نمره منفی نداره سیکیم خیاری بزن دیگه. حله. یعنی آقا این ریسکو بکن که 50-50 کنی. اگر سوالی بلد نبوده، نه همشو، حله. پس اگر سوالی این دو تا قسمت بلد نبوده، یه چیزی بنویس، یه درصد دیدی درست در اومد. خب بریم سوالات حل کنیم. کس و شعر بسه. گفته هر نقطه اکسترموم نسبی یک نقطه بحرانی. خب بچه این درسته دیگه. ببین برعکسش درست نیست. یعنی میگه هر نقطه بحرانی یک اکسترموم نسبی نه، کس شعره. ولی هر اکسترموم نسبی یک بحرانی. چرا؟ چون میشه مشتق تابع دیگه. خب مشتق تابع مساوی صفر همون نقطه بحرانی بود دیگه. میگه تابع فلان در صفر مشتق پذیر. خب دقیقاً بچه این تو دوره بهت گفتم موقعی که اینو رسم کنی یک همچین شکلی داره و مماسش قائمه. به علت اینکه تو صفر مماس قائم داره پس مشتق پذیر تو صفر نیست، میگیم سیک تیر. میگه در تابع فلان دامنه تابع f وارون f فلان برابر اینه. خب بچه برای اینکه دامنه رو دست بیاریم، اولا که f و f وارون و چه میدونم f وارون و f همه اینا برابر x میشد دیگه. یعنی تابع من میشه y مساوی x. فقط واسه تعیین دامنه برامون مهم میشه که دامنه f من نکن دامنه f میشه x بزرگتر مساوی 1 یا از 1 تا مثبت بی نهایت. تو فقط میای میگی آقا این خودش برابر x، برابر دست آوردن دامنه این توییه میشه دامنه کلمون. خب دامنه این توییه چی میشه؟ آفرین، دامنه این توییه میشه از 1 تا مثبت بی نهایت. پس درست. حله. اگر میخواستم دامنه f وارون رو حساب کنم چی میشد؟ خب دامنه f وارون میشه برد f. خب این تابع رو رسم میکردم. موقعی که این تابع رو رسم میکردم به یک همچین شکلی برمیخوردم. خب و دامنه f وارون من میشد از 4 تا مثبت بی نهایت. یعنی اگر میگفت دامنه f و f وارون چیه، تو بعد میگفتی دامنه f وارون چیه که دامنه f وارون همون برده به قول معروف گفتنی f بود، یعنی میشد از 4 تا مثبت بی نهایت. ولی اینجا چون f این تویی است این درسته. حله. بریم سراغ سوال 2 که داره ما میگه تابع فلان در این اکیداً نزولی حد اکثر مقدارین. بچه‌ها این موقعی حد اکثر مقداری که رأس این سهمی باشه. خب رأس سهمی توی معادل ax2 مثبت bx مثبت c میشد منفی b به روی 2 میشه منفی 4 به روی 2 ضرب در 1 که این برابر 2 میشه. حله. مقدار عبارت فلانی میخواد. خب بچه این اتحاد مثلثاتیه دیگه، شوخیش گرفته طراح. آقا سینوس 2 آلفا میشه 2 سینوس آلفا کوسینوس آلفا. خب این 2 رو بیام تو مخرج این، سینوس سی دوم میشه سینوس 15 ضرب در کوسینوس 15. اصلا اینو تو ضرب هم میبینید باید این اتحادیاتون بیاد. خب سینوس سی میشه 1 دوم تقسیم بر 2 میشه 1 چهارم. اگر صفحه پی در یکی از موقعیت‌ها با مولد سطح مخروطی موازی باشد و از رأس عبور نکند شکل حاصل چیست؟ خب آقا مولد مخروطی تخمی تو بکش، این مولد مخروطیمه. خب میگه چی؟ میگه آقا با یکی از این مولدها موازی باشه، یعنی مثلا چه میدونم با این داداشمون موازی باشه و از رأس نگذره. موقعی که قاچ بزنی اینجا رو یه همچین شکلی میداد دیگه. بچه این شکل چی بود؟ سهمی بود. اینا رو تو قسمت هندسه کامل گفتم، کی سهمی میده، کی حضلولی میده، کی بیضی میده، کی دایره میده. برو اونجا رو ببین کامل متوجه منظورم میشی. میگه به کمک انتقال اینو رسم کن. خب بچه وقتی میگه کمک انتقال یعنی تک تک مراحل رو باید بکشی چه نمرهشو بگیری. نکن میگی آقا x به توان 3 اینه. اوکی. x منهای 2 به توان 3 یعنی 2 تا بیار راست. میگم خب اینه، این x منهای 2 به توان 3 به علاوه 1 یعنی یه دونه ببر بالا. خب یه دونه برم بالا، ماشاءالله جا هم ندارم. اینجا x منهای 2 یه دونه بره بالا، یه همچین شکلی به ما میده. حله. این 3 مرحله رسم می‌کنی، نمره مفت سوالو به دست میاری. میگه تابع ژ با ضابط فلان رو رسم کنید. خب آقا این معنی تابع f نیست. چرا؟ خب این میگه f 2x رو رسم کن دیگه. خب وقتی آقا این به قول معروف گفتنی تو ما 2 برابر میشد، دامن رو دامنه تغییر میکردی، یعنی رو x تغییر میکردی. x ما چند برابر میشد؟ آفرین نصف میشد. یعنی j x من میشه همین شکله ولی با دامنه نصف. یعنی اگر اینجا 2 باید بشه 1، یعنی باید اینجا که 2 هیچ، اینجا باید بشه 1، اینجا که 4 باید بشه 2 و اینجا که 6 باید بشه 3.
اوکی بردمون ولی تغییری نمیکنه، یعنی اینجا که -2 باقی میمونه. این از رسم شکل حله. میگه ژ او اف صفر چقدره؟ خب یعنی ژ اف صفر چقدر است؟ خب میگم اف صفر که با توجه به سوال برابر 2، خب میگم این برابر 2. ژ دو باید ببینم چقدره، خب میبینم روی این شکل ژ دو میبینم چقدره، خب میبینم تو 2 برابر 0، پس ژ دو برابر 0، پس ژ او اف صفر برابر 0. میگه تابع فلان رو در نظر بگیرید، دامنه و ضابطه وارونش رو رسم کنید. خب اولا که ما برای به قول معروف گفتنی به دست آوردن تابع وارون چیکار میکردیم؟ جای x و f(x) عوض می‌کردیم، یعنی f(x) میشد x و x میشد f وارون x، یعنی میشه x رادیکال f وارون x به علاوه 4 منهای 1. حالا بعد f وارون رو تنها کنیم. اولی منفی 1 رو میارم اینور میشه -1، بعد به توان 2 برسونم میشه 1 مثبت x به توان 2 برابر f وارون x مثبت 4. از اینجا f وارون x من میشه چقدر؟ میشه x مثبت 1 به توان 2 منهای 4. خب این از ضابطش. واسه به دست آوردن دامنش بعد چیکار کنم؟ دامنه f وارون میشه برد f، یعنی برد این تابع رو به دست بیارم. خب برد این تابع رو اگر رسم کنم میبینم برد من میشه از -1 تا مثبت بی نهایت. میگم چون برد من میشه از -1 تا مثبت بی نهایت، پس دامنه f وارون منم میشه از -1 تا مثبت بی نهایت. حله. برد اینو چجوری به دست آوردم؟ با رسم شکل. میگه اگر بیشتری مقدار و کمتری مقدار برابر 9 و 3 باشد آ دور تنها به دست بیارید. خب بچه‌ها ماکسیموم میشد قدر آ مثبت سی، مینیموم میشد منفی قدر آ مثبت سی. خب گفته ماکسیموم 9 مینیموم 3. موقعی که اینا رو با هم جمع کنم سمت چپ با هم جمع بشه 2c برابر 12 c برابر 6 میشه. c برابر 6 باشه قدر آ مثبت 6 برابر 9، قدر آ برابر 3. خب قدر آ و c در اومد. این تا اینجا هیچ. خب حالا دور تناوب میخواد. بچه دور تناوب میرفتیم توش دیگه، چون سینوس خالیه میگم دور تناوب میشه 2p تقسیم بر 8. خب اینجا 2p تقسیم بر 8 میشه p4 دور تناوب در اومد. جوابهای معادله رو میخواد. خب بچه جوابهای این معادله خیلی گلابیه. این چه جور معادله ایه؟ موقعی کوسینوس یه انی برابر عدده، اولی عدده رو تبدیل میکنم به کوسینوس یه زاویه. خب کوسینوس چه زاویه‌ای برابر است با 1/2؟ آفرین، کوسینوس 60 یا پی3. حالا که رسیدم به قیافه کوسینوس میرم سراغ داستانم. میگم آقا 2x میشه 2 کاپی مثبت منفی پی3. حله. حالا یه تقسیم بر x میزنم، یه تقسیم بر 2 میزنم تنگش، x مساوی است با کاپی مثبت منفی پی6. حله. خب حالا چون گفته جواب‌های معادله رو به دست بیارید، یعنی آقا باید بگید جواب معادله من از 0 تا پی چه کسشریه. خب میگم آقا من اگر کارو 0 بدم جواب من میشه پی شیشم و منفی پی شیشم. خب منفی پی شیشم تو بازه 0 تا پی نیست، پس سیکتیر. کارو اگر 1 بدم میشه 5 پی شیشم و 7 پی شیشم. 7 پی شیشم چون بازه 0 تا پی نیست سیکتیر. فعلا 2 تا. کارو 2 بدم میبینم از بازم میزنه بالاتر، پس کلا 2 تا جواب داره. بچه یه سوتی متداول. خیلیاتون احتمال داشت به قول معروف گفتنی تا اینجا رو حل کنید، تا اینجا. خب بعد حواستون نباشه وقتی گفته جواب معادله، وقتی میگه جواب معادله یعنی دقیق باید اون جواب رو به دست بیاری که چیه. میگه حدود 0 به دست بیارید. خب اولا که اینجا 1 رو بذاریم میشه 0 0. خب موقعی که بشه 0 0 چون رادیکال تو مخرج داریم ضرب در مزدوجش میکنیم، یعنی میگم تو ضرب در رادیکال x به علاوه 1 تقسیم بر رادیکال x به علاوه 1. موقعی که ساده بشه میشه x منهای 1 در رادیکال x به علاوه 1، مخرج مزدوج بخوریم میشه x منهای 1. اینا با هم ساده میشه. 1 رو بذارم توش رادیکال 1 میشه 1 به علاوه 1 میشه 2، یعنی این شد 2. حله. قسمت به وقتی 5 بذارم، خب این چون توانش زوجه، این به توان زوج همواره مثبته. اوکی. خب x بره به سمت 5 میشه 1 به روی 0 بیشتر. چرا 0 بیشتر؟ چون توانم زوجه دیگه. 5 بیشتر بدم میشه 0 بیشتر به توان 4، 5 کمتر بدم میشه 0 کمتر به توان 4. چون به توان 4 میشه جفتش زوج میشه، پس جفتش میشه 0 بیشتر. 1 به روی 0 بیشتر میشه مثبت بینید. این نکته رو گفته بودم ما. 1 به روی x منهای آ به توان زوج لیمیتش x بره به سمت هر کوفتی این برابر مثبت بی‌نهایته. اوکی. چون 1 مثبت اینم میشه 0 بیشتر. اینجا قدر مطلق داریم، گفتم اینجا میام قدر مطلق. براکت داریم، گفتم برای براکت باید سیکشو بزنیم. خب سیکشو چجوری میزنیم؟ 3 کمتر رو بذارم توش، این میشه 2. این میشه 1 به روی x منهای 3. حالا 3 کمتر رو بذارم تو این چی میشه؟ میشه 3 کمتر منهای 3 میشه 0 کمتر. این میشه 1 به روی 0 کمتر یا منفی بی‌نهایت. اینجا حد بی‌نهایت به ما داده. خب حد بی‌نهایت میگم اینا باید سیکتیر کنن. این میشه منفی 6x به روی 2x. اینا با هم ساده میشه، جواب میشه منفی 3. تمام شد. حله.
سوال 9 سوال گلابیه، میگه معادله خط مماس بر اف را در نقطه آ به دست بیارید. خب برای اینکه حل معادله خط مماس به دست بیارید اولا باید این مشتقشه، یعنی اینجا به من اف پریم 2 داده برابر 3. خب واسه معادله خط مماس چیکار میکردم؟ میگفتم آقا من دارم که ایگرگ منهای ایگرگ صفر میشه اف پریم ایکس در ایکس منهای ایکس صفر. خب به جای اینا 2 میذارم، میگم آقا ایگرگ منهای 3 برابر است با منهای 4 برابر است با مشتقش که 3 ایکس منهای 2. اینا رو ساده تر کنم ایگرگ منهای 4 میشه 3 ایکس منهای 6، ساده تر کنم ایگرگ میشه 3 ایکس منهای 2 و به همین خوشگلی سوال حل شد. حل سوالا گلابی خدا وکیلی. خب بچه این سوال که با استفاده از تعریف مشتق خیلی مهمه. می‌خواستم اصلا به این برسم، بقیه سوالا رو که گفته بودیم این با استفاده از تعریف مشتق خیلی مهمه. یعنی تو نمیتونی بگی که آقا اف مشتق چپ یعنی میشه 2x، باید قشنگ فرمول بنویسی. خب وقتی میگه با تعریف مشتق بنویس یعنی باید بگی آقا لیمیت اف ایکس، خب گوش کن، منهای تو چه نقطه‌ای؟ تو 2 منهای f2 تقسیم بر x منهای 2. چون گفته شیب نیم مماس چپ یعنی باید تو 2 کمتر حسابش کنی عزیز من. اوکی، یعنی موقعی که x بره به سمت 2 کمتر چقدره؟ خب جایگذاری میکنم، میشه قدر مطلق x2 منهای 4 منهای 2 بذارم f2 میشه 0 تقسیم بر x منهای 2 موقعی که x بره به سمت 2 کمتر. خب حالا چی کار میکنم؟ 2 کمتر رو موقعی که به این داشتم بدم منفی من میده یا مثبت. خب 2 کمتر بده، مثلا 1.99 بده. 1.99 به تمام مثلا میشه 3.99. 3.99 منهای 4 عدد منفی میده. چون منفی میشه این سی که قدر مطلق میخوره و من قرینش میاد بیرون، یعنی منفی x2 منهای 4 میاد بیرون تقسیم بر x منهای 2. حالا x2 منهای 4 مزدوجه میشه منفی جا نیست، بذار اینجا میرسم به منفی x منهای 2 در x به علاوه 2 تقسیم بر x منهای 2. اینا با هم ساده میشن. موقعی که این عامل ساده شد خیالم راحته دیگه، لیمیت x به سمت 2 کمتر. 2 رو میکنم توش، 2 رو بکنم توش میشه منفی 4، یعنی شیب نیم مماس چپ یعنی مشتق چپ این تابع گوه من چقدر. حاله بچه‌ها، یا حالا این فرمول مشتق میتونی بری یا همون فرمول f a مثبت h منهای f a تقسیم بر h بره به سمت 0. اوکی، ولی این راحت تره بچه‌ها. میگه مشتق تابع به دست بیار. بچه این مشتق تابع این سوال قطعی امتحانتونه. میگه مشتق به دست بیار. خب مشتق جمع، اول اینو مشتق میگیرم، اول توان میشه 3 x منهای 6 به توان 2، بعدش کمان، خود این کمان رو مشتق بگیرم میشه ضرب در 1 به علاوه مشتق این داشتمون یه مشتق کسریه. بچه ساده سازی واسه مشتق کسری ها نمیخواد. خب میشه مشتق صورت که پنجه در مخرج منهای مشتق مخرج که این داشتمون اگر مشتق بگیرم میشه 2 تقسیم بر 2 رادیکال 2x منهای 1 در صورت تقسیم بر مخرج یا رادیکال 2x منهای 1 به توان 2. تا همین جاشو بنویسی کافیه. حله، لازم نیست ساده سازی رو انجام بدی، ولی تک تک اینا رو باید نوشته باشی، وگرنه هر کدوم نوشته باشی 25 سیکش میخوره. سوال 12 سوال گلابیه. آهنگ تغییر متوسط در بازار میخواد. خب تغییر متوسط در بازار میخواست، اینو میذاشتیم توش، بعد اینو میذاشتیم توش، یعنی f2 منهای f0 تقسیم بر 2 منهای 0. خب 2 رو بذارم توش میشه 2 تا 4 تا منهای 2 تا 0 رو بذارم توش میشه 0 تقسیم بر 2 منهای 0، این میشه 1. خب این در اومد. حالا میگه x رو چنان بیابید که آهنگ تغییر لحظه‌ای در بازه 0 تا 2 بزرگتر باشه. خب این یعنی چی؟ یعنی آقا مشتق این تابع از این بزرگتر باشد. خب از این مشتق بگیرم 2x منهای 1 باید بزرگتر از 1 باشه، 2x باید بزرگتر از 2 باشه، x باید بزرگتر از 1 باشه. یعنی موقعی که x بزرگتر از 1 باشه این اتفاق میفته. حله بچه‌ها، اینجا گفته بزرگتره. اگر میگفت برابر باشد اینو مساوی میذاشتی، اگر میگفت کوچکتر باشد کمتر میذاشتی. حله در نمودار فلان طوله ماکسیموم نسبی، مینیمم نسبی، مطلق و مینیمم مطلق. اول مطلقا رو برم. مطلق یعنی چی؟ یعنی آقا کی از همه بزرگتره. اوکی، پس هر موقع مطلق یعنی آقا تو دامنه من کی از همه بزرگتره. واسه ماکسیمم میشه بزرگتر، واسه مینیمم میشه کوچیک‌تر. خب میرم سراغ محور ایگرگ. خب محور ایگرگ گنده ترین برای این داشمونه. خب این داشمون ایکسش چنده؟ 1. ماکسیمم مطلق من 1. مینیمم مطلق واسه این داشمونه. خب ایکسش چنده؟ برابر 4. ماکسیمم نسبی چطور؟ خب ماکسیمم نسبی یعنی نسبت به یه چوسه کنارش باید بیشتر و کمتر باشه. خب اینجا نسبت به یه چوسه کنارش بیشتره، یعنی ماکسیمم نسبی من میشه 3. اینجا نسبت به یه چوسه کنارش کمتره، پس مینیمم نسبی من میشه 2. تموم شد و رفت. میگه مطابق شکل زیر اینو داریم کی مساحت او آبی ماکسیمومه. خب بچه‌ها این سوال قسمت بهینه سازیه
و بهتون پیشنهاد میکنم که بعد اینکه نمونه سوالو دیدید برید نمونه سوالای کتابم هم حل کنید. بچه من نمونه سوالای کتاب براتون حل نکردم، ولی تو آموزش هام سوالهایی حل کردم که شبیه نمونه سوالای کتابه، یعنی مثلا با چیز عجیبی مواجه نمیشه. خب خوب گوش کن. مسئله این داشتمون چی میشه قاعده ضرب در ارتفاع. خب قبول داری اگر اینجا x باشد این ارتفاع من 12 منهای x2 چرا؟ خب این منحنی تخمی که به تو داده تو به این x بدی به تو 12 منهای x2 میده، درسته؟ خب میگم s برابر است با 1/2 x ضرب در y. خب y من کی اینه دیگه، میشه 1/2 x در 12 منهای x2. ساده ترش کنم، موقعی که ساده تر کنم میرسم به 6x منهای 1/2 x به توان 3. خب از این مشتق میگیرم میشه 6 منهای 3/2 x2 برابر 0 میذارم، برابر 0 بذارم x من برابر 2 میشه. خب x من شد 2. آیا سوال تمومه به نظر خودت؟ نه. خب به من گفته مختصات آ را چنان بیابید که بیشتری مقدار خودش باشه. خب آقا چون بیشتری مقدار خودشو میخواد تو x مساوی 2 باید بیشتری مقدار خودش باشه دیگه، پس میگم مساحت من موقعی بیشتری مقدار خودشه که x برابر 2 باشه. خب x برابر 2 یعنی y میشه 12 منهای 4 یا 8، پس مساحت ماکسیموم من برابر فلان. آیا مساحت ماکسیموم میخواد؟ نه. گفته مختصات نقطه آ را چنان بیابید که مساحت ماکسیموم باشه، یعنی مختصات نقطه آ رو میخواد. دیدی همیشه گفتم تو استوریا، گفتم تو بعضی جاها تو پیجا اشاره کردم، گفتم آقا تو سوالات تشریحی آخر سر چک کن اون چیزی که تو به دستاوردی خواسته سواله یا فکر میکنی که خواسته سواله. سوال اینجا مساحت رو نمیخواد، میگه مختصات آ رو میخواد. خب چون مختصات آ رو میخواد، مختصات آ میشه نقطه 2 و 8 تمام شد و رفت. حله. میگه توی بیضی فاصله کانونی با طول قطر کوچیک برابره. خروج مرکز چقدر؟ خب فاصله کانونی چی بود؟ بریم یه مروری انجام بدیم با هم. بچه‌ها فاصله کانونی از اینجا تا اینجا بود دیگه که برابر چی بود؟ 2c بود. قطر کوچیک چی بود؟ 2b بود. خب میگه 2c برابر 2b، یعنی آقا c برابر b. میگه خروج از مرکز را بیابید. خب خروج از مرکز میشد c آم. خب رابطه ABC با هم چی بود؟ A2 میشد B2 مثبت C2. خب از اینجا به چی میرسم به اینکه آقا A2 برابر است با 2C2. چرا C2 به جای B گذاشتم C؟ اوکی، پس A برابر است با رادیکال 2C. حالا جایگذاری میکنم C A میشه C تقسیم بر رادیکال 2C یا 1 به روی رادیکال 2. تمام شد و رفت. حله. میگه اگر مرکز دایره نقطه فلان باشد مقدار آ و شعاع دایره رو محاسبه کن. خب آقا خوب گوش کن، مگه به من مرکز رو نداده؟ چرا؟ خب اولا نقطه آ رو میخواد، بعدم اینکه شعاع رو میخواد. خب من چیکار میتونم بکنم اینجا؟ ایده ای داری؟ خوب گوش کن. من میگم آقا موقعی که اینو سادهش کنم میرسم به x2 مثبت ax منهای 4 به علاوه y2 منهای 4y مساوی 0. اوکی. خب میگم آقا مگه من اینجا رو نمیتونم یه دونه به علاوه 4 کنم؟ چرا؟ میگم خب من اینو به علاوه 4 میکنم. موقعی که اینو به علاوه 4 کنم میبینم آقا y منهای 2 به توان 2 ساخته میشه. خب حالا برای اینکه نقطه من به دست بیاد، آ به دست بیاد، میگیم آقا منفی آ دوم باید برابر 1 باشه. چرا؟ چون یه جورایی این 2 برابر اولی در دومیه دیگه. پس منفی آ دوم باید برابر 1 باشه، پس آ میشه منفی 2. خب آم در اومد، یه جایگذاری ساده میکنم، یعنی دایره من میشه x2 مثبت y2 منهای 2x منهای 4y منهای 4 مساوی 0. حالا واسه شعاع دایره یه فرمول داشتین دیگه. فرمول چی بود؟ اینجا می‌نویسم برات. r میشود 1/2 بعد بنویسی رادیکال a2 مثبت b2 منهای 4c. بچه این فرموله دو تا روش واسه دست آوردن شعاع بهت گفته بودم تو قسمت هندسه دیگه. یکی این بود که اینو تو بعد امتحان نهایی بری، یکی هم همون روش تستیه بود. اوکی، البته 3 تا بود، دیدم روش اتحاد ساختن بود. خب حالا جایگذاری می‌کنم، این میشه 1/2. خب آی من چند بود؟ منفی 2 به توان 2 4 به علاوه بی من اینجا این داشتمونه که من میشه منفی 4 به توان 2 16 به علاوه این داشتمون که میشه 16. موقعی که اینو حل کنم میشه 3 جواب من. تموم شد و رفت. حله. بچه توضیحات خاصی نیفتاد، فرموله رو رفتم. چی بود؟ x2 مثبت y2 مثبت ax مثبت bx به y مثبت c مساوی 0. فرمولش میشد این. نکته که وجود داشت چی بود؟ ضریب اینا باید 1 باشه. این فرمولو بری ضریب اینا اگر 2 3 اینا بود باید سادهش می‌کردی بعد می‌رفتی. سوال 17 یه سوال احتماله که یه فرمول هم بیشتر نداره، فقط با اون فرمول گو بنویسی. یه 3 ظرف یکسان داریم، در اولین ظرف 15 اموره. خب بذار من
اینجا رو پاک کنم بچه‌ها. من اینو پاک میکنم واسه سوال قبل دیگه. میتونید بزنید ویدیو رو عقب ببینید شما دیگه، ولی من جا ندارم اینجا. نمیخوام صفحه جدید باز کنم که صورت سوالو نبینید، چون میخوام رو صورت سوال براتون توضیح بدم. خب خوب گوش کن. اینجا گفته آقا سه ظرف یکسان داریم. تو اولین ظرف 15 مهره است که 3 تاش قرمزه. خب میگم ظرف اول 3 تا رد، یا حالا فارسی بنویس قرمز، 12 تا مثلا چه میدونم کسشر. خب حالا تو امتحانات کسشر 12 تا بقیه است. تو ظرف دوم هیچ مهره قرمزی نیست. خب ظرف دوم 0 رد. تو ظرف سوم 12 تا مورد داریم که 6 تاش قرمزه. خب میگم 6 رد و 6 تا کسشر. با چشم بسته یک ظرف انتخاب، یه مهره انتخابش می‌کنیم با چه احتمالی قرمزه. خب میگم اولا که بخوایم ظرف انتخاب کنیم 1/3 این ظرف آ رو انتخاب میکنیم، 1/3 ظرف بی، 1/3 ظرف سی. خب اگر آ رو انتخاب کنم از 15 تا من 3 تاش قرمزه به علاوه. اگر ظرف بی رو انتخاب کنم خب 0 تاش قرمزه، اصلا مخرج برامون مهم نیست. و اگر ظرف سی رو انتخاب کنم از 12 تا 6 تا قرمزه، یعنی 6 12. حالا دونه دونه حساب میکنم. این میشه 1/15 به علاوه 0 به علاوه 1/6. موقعی که حالا مخرج مشترکاتو بگیری حل کنی جوابت میشه 7/30. بچه‌ها این مرحله نمره داره، این مرحله نمره داره، این مرحله نمره داره و این مرحله هم نمره داره. سر جمع رو هم به تو 1.5 نمره میده. حالا بچه این سوال از فصل آخرتونه که یک فرمول بیشتر نداره. حالا برید نمونه سوالایی که حل کردم رو ببینید و سوالای کتاب درسیتون هم حل کنید، کامل مسلط میشید. بچه‌ها این از قسمت نمونه سوال نهایی 12. چند تا نکته بگم. یک روش تستی نداریم، یعنی هر روش تستی بهت گفتم حق نداری اینجا بگید تو نمره بهت نمیدن. 2 کامل نوشتن مهم، یعنی یه مرحله رو اگر رد کنی ذهنی بری یا دیدی 25 صد نیم نمره‌تو دادی. 3 اون اثباتیای مشتقی که تو کتاب بود بهت گفتم و روش تعریف مشتق فوق العاده مهم. تو مثلا امتحان نهایی نمیگه مثلا بیا اینو مشتق بگی، اونم میدا، ولی بعضی اون یه با روش تعریف مشتق بریم. پس روش تعریف مشتق باید بلد باشی. حالا و 4 هر جوابی به دست آوری فکر جواب سواله آخر سر برو با خواسته سوال چک کن، ببین آیا اون جوابی که تو به دست آوری همون چیزی که سوال میخواد یا نه. اگر میخواست که دمش گرم، اگر نخواست برو اون چیزی که سوال میخواد بس. پس هر سوالی حل کردی آخر چک کن اون خواسته ای که تو به دست آوری آیا خواسته سواله، اگر بود که دمت گرم، اگر نبود میرینی. بچه این نکته 4 خیلی مهم بود، خیلیتون تو این میرید. عشق من رفقا هر سوالی داشتید بپرسید، نهایی رو میتره کنیم با هم.